سلام، از آشناییت خوشبختم. منم از آشناییت خوشبختم. قدت چنده؟ قد من چنده؟ آره. خب تو چند کیلویی؟ خب مایه تیلت چقدره؟ خب تا حالا با چند نفر بودی؟ چقدر آمپولینا به خودت زدی؟ خب قیافه مال خودته؟ خرج و مخارج خونه رو میدی؟ خب آشپزی و تمیزکاریش هم میکنی؟ چقدر بزرگه؟ چقدر پت و پهنه؟ خب چند تا در و دفعه توی اینستاگرام دنبال میکنی؟ گروهتون با دوستات چطوریه؟ رابطت با مامانت چجوریه؟ رابطت با بابات چطوره؟ ببین ناسلامتی قرار اولمونه، من مجبور نیستم انقدر سوال چرت و پرت جواب بدم. خودت اول شروع کردی وقتی پرسیدی قدم چنده؟ من شروع نکردمشون. تو علنا ازم پرسیدی که قدم چنده؟ بله به خاطر اینه که توی پروفایل در مورد قد دروغ گفته بودی، برای همین از اول پرسیدم. من 1.85 چرت نگو مردی که 176. میخوای متر بیارم اندازه کنی؟ اما تو اندازه کن. خب به سلامت. گم شو. وای خدا.